چرا دیوانه گشتی اگر دیوانه هم کردی تو کردی کمونی می نگاهی سرید عاشق شدی دیگر طاقت ندارم بسیار پشت دق شدی قسم خوردم بس یارتای شمالی سرت کشته شبم بیزار نمیشم بمونی می نگاهی سرید عاشق شدیم دیگر طاقت ندارم بسیار پشت دق شدیم بمونی می نگاهی سرید عاشق شدیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام خداوندی که از کننده و نسکننده تمام کائنات است. شنوندگان عزیزی رادیو باران و علاقمندان چینل یوتیوب رادیو باران، امید که همه شما جور و صحتمند و سرحال باشین. باز هم سید فروغ سادات با برنامه انتخاب با بیننده در خدمت شما تا 1 ساعت خواهد بود. البته میمان خانه های شما خواهد بود. امید که لذات با بنده هستین، شاد و خرم و سرحال باشین. پروگرام شما میفهمین که از شماره 1 الی شماره 10 یکی انتخاب میکنین و ما براتون یک آهنگ مست شانه پرانک یا یک دانه محلی خوبه براتون به نشر میرسونیم. هدف ما از این آهنگا همین است که لبخند به لبان زیبای شما اجزا میاریم. خب دوستای عزیز، شما نمره را انتخاب کنین و که ما براتون یک آهنگ همونطور که شانه پرانک گفتیم، شانه پرانک هم میمانم به شرط از اینکه خدای نخواسته همسایه هایتونه چی نکنین، اذیت نکنین. میگه یک نفر در رستوران زنگ زد و گفت کدام غذا را دارین؟ صاحب رستوران یا ریسپشن شرکت که بود گوشی رو برداشت، گفت پیتزا، انواع کباب، کراهی مرغ، قابلی پلاو، شامی کباب و فلانی و بسمدنی. یک کل سنام گرفت. گفت مام، نفرم گفت برش، گفت خوشا با آمدتان، مام با میاد دارم نمیفهمم. گفت ناراحت شد و رسول والا تلفن قطع کرد. دوستای عزیز، اگر مردم آزاریز خود میگه امیز. از یک نفر پرسیدن که چند تا بچه داری؟ گفت که 4 تا پسر. اولیش دکتر است، دومیش مهندس است، سومیش معلم است و چهارمیش هم دوست. نفر پرسان کرد که چرا نفر چهارمی را که به حساب بیراس و ناحل است چرا از خانه بیرون نمیکنی؟ گفت در شرایط امروزی ابو بیچاره نانآور خانه است. با دیگه البته کار بار کم می باشه و بیچاره همون گفته بیا که بقدر دوزخ خوب که مو خود نانآور خانه باشه.
معلم از شاگرد پرسید چرا ناوقت آمدی؟ شاگرد گفت که پدر و مادرم جنگ داشتن استاد محترم. گفت حالا که جنگ داشتن با تو چی رفت داشت واره میمونی با جنگشان تو میامدی با طرف مکتب. گفت معلم صاحب یک لنگی بوتم در دست پدر جانم بود، یک لنگی بوتم هم در دست مادر جانم، پایلوچ خونه میتونستم بیایم. خداوند خودش نگاه کنه از این جنگای خانگی که اولادار از درس و از مکتب میمانه. البته فکایی هست دوستا، خدا کنه که حاضر نشین و این فکایی کار چی کنین در دل نگیرین و صرف لبخند بخندین و لبخند. میگه اگه لوده به دکان میاد فروشی رفت که سیب بخره، دید که از یک سیب کرم بیرون میشه و دکاندار گفت از این سیب تان کرم بیرون شد. دکاندار دید که لوده هست، گفت بیا که خوب دیگه رقم نمیشه کال کردی در جنجال میمونم. برش گفت اگه یک چند دقیقه پیش میامدی به یک نفر موتورسایکل برآمد، تاله خودت دیگه بگو و از خودت کرم برآمد. یعنی دکاندار فکرتان باشه دیگه اونموت یکان چال خودم میزنه که خدای ناخواسته چالکا سر شما نکنه. خب بریم سراغ کامنت های دوستای ما که دوستای ما چی کامنت های زیبا را انتخاب کردن و باز از او برمیگردیم. پس خب شابار جان گفتن سلامون علیکم، السلام رو را تاسو تخراغلس و بیا په پروگرام انتخاب دی بیننده تا. خب دینیزیان قاضی داده گفتن که نمبر 3 من دوست عزیز برتان به نشر میرسانیم. ایمان جان اشرافی گفتن سلام های گرم خود را خدمت آقای سادات تقدیم نمایم چون که باز صدای شما را میشنوم. دوست عزیز، دوست مهربان، ما هم خیلی خوشحال هستیم که شما را همیشه با خود داریم و همیشه پروگرام ما را میبینین و بیننده خوب ما هستین و از کومنت های زیبایتان دنیای سپاس. شابار جان گفتن آهنگ شما را دوم حتما براتان به نشر میکنیم. میریم اول برای دینیز قاضی زاده شماره نمبر 3 را که انتخاب کردن یک آهنگ به نشر میرسانیم. خدا کنه که مورد علاقه باشه برادر قد. دایرکتر صاحب آهنگ روی دست است؟ بله دوستا میریم و یک جا میشنویم. جان خپل وطن تراشه که خلق دې دې په آباد خپل کورونه که خلق دې دې په آباد خپل کورونه حاجت من شدی ویلو تا ته منوم د سره سره ګلونه تا ته منوم د سره سره ګلونه جانم ملالو بے وفا شو شدا سما شو سببل رسا کفینا شدا سما شو سببل رسا کفینا یاری دنا کموم داری گو دل لری لری تماشی بدی کبوما دل لری لری تماشی بدی کبوما حال تو مجنون را باند تیر سو ولا رسم سکن لیلا لیلا کبوما ولا رسم سکن لیلا لیلا کبوما سترګې مې تا سره باندې دي د خدای لپاره باندې شاسته مینه او کنه د خدای لپاره باندې شاسته مینه چراغ تا ګل کته مې راشه د عاشقانو رنګ تغییر خوند کوینه د عاشقانو رنګ تغییر خوند کوینه
سخمار سرگو مل سرگو نخو بلده سخمار سرگو مل سرگو نخو بلده زردشم کوچه زده مینکه مدن یوما لا 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 کوچه پلنده سن خلونک ده ما بلی فنگره چپ سلفو کی گلونک ده کاری لکه زیر چپ ناس ناس قدمونک ده مگوره بشیر تا سغیستی بیا سیلی ده زدشم کوچه واقعیستا کوچه مثال دستی حسینا شازد که اخکاری شون بگره رانا تخیص لکس بک ما اخکاری ستوره خند خلده فتندی بنده وحیله ده زدشم کوچه واخیست کوچه یا قربان شوز بمل رزق فينا بس بدغرو مزيكا وما ما قايا شوي وطن الزمان بس بدغرو مزيكا وما ما قايا شوي إرادة الزمان ما قايا شوي مسار الزمان ما قايا شوي خرابات الزمان ما قايا شوي نقرار الزمان ما قايا شوي وطن خب دوستان عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم و برنامه انتخاب با بیننده. شما میتونید که از شماره 1 الی شماره 2 یک نمره را انتخاب کنین و ما براتون یک آهنگ شانه پرانک یا یک آهنگ محلی خوب براتون به نشر میرسانیم. لحظاتی که با ما هستین حداقل شاد خوب بمانید. خب قوما یکی از قوما میگه به خانه ما آمد و فکر کرد که از کانادا آمده. گفت چرا اینترنت شما ضعیف است؟ چرا هوای اتاق قدر گرم است؟ چرا برقایتان میره؟ چرا کولر ندارین؟ کوچه تان چرا سرکش قیر نشده؟ و می ترتیبا گفته رفت، در حالی که خودشان 3-4 خانه دورتر از ما زندگی میکنه. یک فکایی بود که یک دوست ما به ما ارسال کرده بود به نام آزیتا جان نوابی. تشکر دوست عزیز هستان. شما عزیزا هم میتونین که یا با صدای زیبای خودتانو یا با صدای ما یک فکایی رو به ما ارسال کنین و ما براتان حتما یعنی که 100% براتان به خانش میگیریم یا به نشر میرسانیم اگر با آواز خودتان باشه. میگه یک افغانی میره امریکا خانه رفیق امریکایی سگ خود صدا میکنه $10 برش میته و میگه برو سیگرت بیار. سگش میره و 5 دقیقه گم میشه و میایه همراه قطی سیگرت. خب چند وقت تیر میشه بالاخره رفیق امریکاییش می افغانستان. افغانی $50 میته به سگ خود و میگه برو سیگرت بیار.
سگش از دستی که غوغو میکنه. امیر رفیق امریکاییش میگه که چی شیر گفته رئیس. سگ افغانی برش میگه که این سگ شله است که برو پیسه را بان، ما خودم حساب میکنم. چال افغانی دیگه امی بود. خب باز هم میریم سراغ دوستای عزیز ما که تو کامنت های زیبا را به ما نوشتن. بعد از او میبینیم و دوباره بر میگردیم با ما. باشید دوستا. خب آرزو جان نواب گفتن سلام من را هم بپذیرید. علیکم السلام دوست عزیز، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. طوفان خان گفتن شماره 1 لطفا من دوست عزیز برتان به نشر بزنیم. خب دنیز قاضی‌زاده تشکری کردن، ممنون گفتن حتما از آهنگی که برشان به نشر رساندیم. و همچنان طوفان خان و ببخشید بالا آمدیم سلام هم فرستادن. علیکم السلام برادر، زنده و سلامت. شاهین جان افغان هم سلام گفتن. سلام عزیزان. علیکم السلام برادر، خوشحال هستیم که باز هم شما را با خود داریم. خب شابار جان، نوبت شابار جان است که شماره 2 انتخاب کردن. دوستا اگر دایرکتر ما گفت که آهنگ روی دست است، خب میریم یک آهنگ مست میشنویم و دوباره برمیگردیم. بله دوستای عزیز، آهنگ روی دست است و میریم یک آهنگ میشنویم و دوباره برمیگردیم. با ما باشید، جایی نرید. Hola. با آهنگی رو بابو چنگی تنگیره فدای قامت جان تقربان با سازی لگرش برس لوگرش برقص با مثل کفترش برقص عشق من با ساز رو در کمن که باز کدم یا بغل باز کدم یا عشق من با ساز لوگر کمن که ناز کدم یا بغل باز کدم یا ماشالله. سفید شد مویکایم خیر نبینی جمالم برگ بیت شد خیر نبینی میانه سر جمال دل بر تو دادم امیدم نا امید شد خیر نبینی با سازی لوگرش بره با مثل کفترش برقص با سازی لوگرش برقص با مثل کفترش برقص عشق من با ساز لوگر کمن که ناز کدم یا بغل باز کدم یا عشق من با ساز لوگر کمن که ناز کدم یا بغل
خالینه بدن پای میبر و پای وردار با تو میگم دل بر جان هستی سر ما بادار هستی سر ما بادار دل بر جان یار من باش دل بر جان یار من باش به تو خزان و زربان جوش بهار من باش جوش بهار من باش ها آی منو آی من آی منو آی من دل بش داشتای من پرسان کده بیایی کابل جان از جای من کابل جان از خب دوستان عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه انتخاب با بیننده. شما ایزان میدانید که شماره یک الا شماره دوم یک نمره انتخاب کنین و ما براتون یک آهنگ مست شانه پرانک یک آهنگ ملی را براتون به نشر میرسونیم. هدف ما از آهنگای مست همی است که چند لحظه لبخند به لبان شما عزیزان بیاریم. کسایی که دور از وطن هستن مسافر هستن اونها را بخوایم شاد و خرم سر حال باشن و کسایی که در مشکلات در این جنگ ها و خانه خرابی ها و یا در افغانستان هستن میخوایم لحظاتی که با ما هستن اونها شاد باشن و خرم باشن و لبخند به لبانشان باشن گرچه که شرایط واگذاری نمیکنه و ما باز هم لحظاتی که با ما هستین هدف ما همی است که شما شاد باشین. خب بریم یک فکایی میگیم بعد از او میگه کدام نفر گفت که امروز من پارک مال رفته بودم در لفتش بودم که یک دختر داخل شد گفت چطوری؟ گفتم الحمدلله. گوشکی خود بیرون کرد گفت در تلفن گپ میزنم. من هم تصویر از جیبم کشیدم و گفتم ذکر میکنم الحمدلله الحمدلله. والا کم بود که بیاب شد. این باز هم نگوین که بچه ها یگان چاله یاد داره. میگه یک مرغ ماکیان امرای کبوتر عروسی کرد. خلاص برایش گفت که از ما چی بدیده بودی که رفتی امرای کبوتر عروسی کردی؟ ماکیان گفت انتخاب فامیل بود، خواستن که دامادشان از قوای هوایی باشه. خب دوستان عزیز این بود فکوی یکا. خدا کنه که لبخند آورده باشه. میریم و سراغ کامنتای دوستای ما میبخشین ببینیم که سراغ کامنت ها بریم یا که بله دوستا سراغ کامنت ها میریم. خب آرزو جان نواب خواندیم و همچنان آرزو جان نواب گفتن شماره دوام حتما دوست عزیز براتون به نشر میرسونیم. الیاس جان تنها گفتن سلام و عرض و ادب. علیکم السلام برادر، شما را باز هم به برنامه خوش آمدید میگیم و همچنان گفتن اگر امکان باشد شماره 7 را نشر کنین. حتما دوست عزیز ما در خدمت شما عزیزان هستیم و حتما براتون به نشر میرسونیم. باز هم میگم دوست عزیز شما میدانید که شماره 1 الی شماره دوم با استثنای نمبر 2 نمبر 3 یکی را انتخاب کنین و ما براتون یک آهنگ به نشر میرسونیم. خب دوستای عزیز ببینیم کدام زمزمه دوست ما ارسال کرده او رو به نشر میرسونیم. و میریم دوستای عزیز با فرمایش نوبت آزیتا جان متفکر کنم یا ببینیم دوستای عزیز که نوبتشان نمانده باشن. بله دوستای عزیز نوبت آرزو جان نواب است که شماره دوم انتخاب کردن. میریم با فرمایش آرزو جان نواب شماره دوم میبینیم که تالی از اونا در این آهنگ کدام آهنگ است. با ما باشید و دوباره برمیگردیم.
rash o jigi rash mariz lara dabasha mariz lara dabasha dillere pakandasha jana na baba pasha rasta bala tamasha mayena yawmayna rasta bala tamasha mayena yawmayna o jigi rash hum jwana cha-cha بچه افغانم از خود کابل جانم من بچه افغانم از خود کابل جانم از هرات و جوجانم شیر و شکر زبانم فدای کشور جانم از پنجشیر و بامیانم فدای کشور جانم از پنجشیر و بامیانم لا 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 او جگی جگی او جگی جگی o jigi rasha mariz lara dabasha o jigi rasha mariz lara dabasha dillere pakhandasha jana na baba pasha rasta bala tamasha mayena yawmayna rasta bala tamasha mayena yawmayna o jigi rasha o jigi rasa la 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 o jigi rasha o jigi rasha mariz lara dabasha dillere pakhandasha jana na baba pasha rasta bala tamasha mayena yawmayna rasta bala tamasha mayena yawmayna فریاد کنم و زاری تو دل بکن جا داری از ما چرا بزاری رحم غما نداری سنگ دل و دل آزاری قربان دو چشمانت سنگ دل و دل آزاری قربان دو چشمانت لا 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 او جگی راشا او جگی راشا mariz lara dabasha mariz lara dabasha dillere pakhandasha jana na baba pasha rasta bala tamasha mayena yawmayna rasta bala tamasha mayena yawmayna o jigi rasha خب دوستای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم به انتخاب با بنینده. شما میتونید که از شماره 1 الی شماره دوام یک نمره انتخاب کنین و ما براتون یک آهنگ مست و شانه پرانه براتون به نشر میرسونیم، البته بدون شماره دوم، سوم و دوام. قبل از اینکه شما یک شماره را انتخاب کنین، ما یک زمزمه بسیار زیبا با آواز آقای صابر داریم که شما عزیز به ما فرستادن و میریم و این زمزمه را یک جایی میشنویم، باز برمیگردیم. عزیزان، دوستان، برادرها، شما هم میتونین که زمزمه های زیبایتان با آواز زیبای خود به ما ارسال کنین. ما حتما او را به نشر میرسانیم در رادیو باران، رادیویی که ارتباط دهنده تمام افغانها در سراسر
جهان است. دایرکتر صاحب آماده است؟ بله دوستا آماده است، بریم و یک زمزمه زیبا از آقای صابر میشنویم. سلام خدمت نجان و خدمت همه علاقمندان رادیو موران. خدا کنه همتون خوب، جور و صحتمند باشید. مای من امشب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلا ای جان شدی. جان مای من امشب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلا ای جان شدی. جان مای داد در دستش کسی آینه را، کسی آینه را. داد در دستش کسی آینه را، کسی آینه را. دیده بر خود حیران شدی. دیده بر خود حیران شدی. جان مای دیده بنهاده که خوابم میبرد، او خوابم میبرد. دیده بنهاده که خوابم میبرد، که خوابم میبرد. فتنه خوابیدن دوران شده، فتنه خوابیدن دوران شده. جان مای من شب چرا پنهان شده؟ جان من امشب بلا ای جان شده. جان مای من امشب چرا پنهان شده؟ جان من امشب بلا ای جان شده. جان
خب دوستان عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم با انتخاب با بیننده. برنامه انتخاب با بیننده شما میتونید که شماره 1 الی شماره 2 یک نمره انتخاب کنین و بردان یک آهنگ مستش خانه پرانک یا یکی یک آهنگ محلی خود ما شما بردان بله نشان میزنم. دوستان عزیز، رادیو باران در خدمت شما عزیزان است. هدف رادیو باران همیست که لبخند و شما را شاد بسازد. با آهنگ‌های شاد ما شما میدانین خدا یک چند لحظه دور از همه چیز بوده و شاد باشین. خب میریم به فرمایش طوفان خان که شماره یک انتخاب کردن، یک آهنگ مست و محلی ارج بود. میبینیم تالی و تقدیرش چیست، میبینیم و دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز با ما باشین. در بغل تنگ بگیرا بلای کاکلای چنگت بگیرا بلای کاکلای چنگت چی باشد که بوسه از لبه قندت بگیرا آفرین بلندتر الا یار جان چرا هستی سر پار به پیشانی ترشه نیستم روادا با افتخار آریانا جان شب بزنین دوستان. بگردی نیافتی مثل من یاری وفادار الا گلدان ندانه که یارم کار کردن نمنای خانه الا گلدان ندانه که یار بی وفا زنده نمانه
دوستای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم و برنامه انتخاب با بیننده. آهنگ زیبای الاگل دانه دانه بود از آریانا جان سعید. خب دوستان میریم سراغ کامنت های شما عزیزان و باز ببینیم که چی کامنت های زیبا شما نوشتید. خب الیاس جان تنها شماره هفتم انتخاب کردن که حتما برشان بر نشر میرسانیم و همچنان شاهد نوری گفتن سلام علیکم. السلام برادر، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. طوفان خان گفتن وا برنامه مست و زیبا، تشکر دوست عزیز، زنده و سلامت. شابارش گفتن دیر شکل برنامه مننه و گرانه مننه دیر مننه. ایمان جان اشرفی گفتن آقای صابر موفق باشید. واقعا که آواز آقای صابر بسیار خوب است، چون اینها که است فکر کنم طبیعی میخوان کدام کورس یا درس یا نخوانن، اما واقعا که صدای بسیار زیبا دارن که به دلهای همه چطور است میچسبه. گفته یگان تا شابار جان گفتن دیر عالی صابر صاحب، مننه اورورا دیر مننه. شاهد نوری گفتن بسیار مقبول، زمزمه حتما از آقای صابر تعریف و توصیف کردن. شابارش هم گفتن دیر اشکال صدا، حتما اینا هم از آقای صابر تعریف و توصیف کردن. ماشاءالله ناقام خدا آقای صابر امروز طوفان کردن. آرزو نواب گفتن موفق باشید آقای صابر. و آقای صابر آهنگتان بسیار زیبا بود که دوستای ما زیاد تعریف و توصیف شما داشتن. و همچنان شابر جان گفته دیر اشکال جوان اوسی مننه اورورا کورد ودان. شابر جان گفته صابر صاحب دیر عالی. واه آقای صابر امروز طوفان کردن. دقیقاً که آواز و زمزمهشان بسیار عالی بود. اینی که قاضیتان زمزمه عالی آقای صابر، واقعا بسیار عالی. شاهینشاه جان افغان گفتن که آقای صابر عالی، صدای زیبا. ممنونتان دوستای عزیز، خیلی ممنون. و همچنان آرزو جان نواب گفتن واو آریانا جان از آریانا جان سعید تعریف و توصیف کردن. دوستای عزیز شما هم میتونین که آواز زیبایتان زمزمه کنین یا یک آهنگ زمزمه کنین یا یک فکایی بگوین و با ما ارسال کنین، حتما ما براتان به نشر میرسانیم. و همچنان اگر خودتان نخواستین با آوازتان باشه میتونین که شما عزیزان به مسنجر ما یا یک بفرستین و ما انقریب شماره واتساپ خدا در روی اسکرین موبایلایتان شما میبینین و میتونین که در واتساپ هم چی کنین نوشته کنین. میگه یک نفر در پشت موتر نوشته بود فروشی و شماره تلفنش را هم نوشته بود. دو تا افسر پلیس یا ترافیک که پشت سرش روان بودن، یکیشان گفت با شمارهش زنگ بزن ببینم که در حال دریوری جواب میدهد که جریمهش کنیم. زنگ زد گفت لالا قیمت موتر چند است؟ نفرک میگه لالا دو تا ترافیک مثل شکرکاوری پشت سرم است، خودم برات زنگ میزنم. دوستان عزیز فکایی سمید که شما بدل نگیرین. امی دوستا افسرهای ماست و امی افسرهای ترافیک ماست که مده ها را اینا چی میکنن؟ از ازدحام ترافیک دور میکنن. خب میریم اگه آهنگ روی دست بود. بله دوستای عزیز آهنگ روی دست است، به فرمایش الیاس جان تنها شماره هفتم انتخاب کردن. چون نوبت از اونهاست یک جامش نمیم و برمیگردیم دوباره. شروع کت سازه دل ها رو می نوازه، خشک و خالی نمانی این میدان درازه.
بابا مایده مایده بی شروع کت سازه دل ها رو می نوازه خشک و خالی نمانی این میدان درازه برقص خوب بناز به دلکت کنم ساز ارمانکای برایه گله نکنی تو باز برقص گلواری کفترای کابل واری کاکلر شور بده دانه سنبول واری این صدای تنبوره وای بزن جوره برقص قدقلی برد نمانی موره برقصید میده برقصید میده برقصید میده خب دوستان باز هم شما را خوش آمدید میگید به برنامه انتخاب با بیننده. شما میتونید که شماره 1 و شماره 2 انتخاب کنین و یک آهنگ ما براتان مست یا شانه پرانک یا آهنگ محلی به نشر میزنیم، اما بدون شماره های 1 2 3 2 7 که اینا قبلا انتخاب شدن. خب میریم سراغ کامنت های دوستای ما که چی شماره را انتخاب کرده رو با ما باشین. خب مروه رضایی گفتن سلام علیکم و سلام دوست شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و همچنان شماره 9 انتخاب کردن که حتما با شما به نشر میرسانیم. گشدم بسیار نام دیگه مطور گرفتنی است، خدا ما را ازش نگاه کنه. گفتن سلام صابر آقا صاحب بسیار زمزمه بسیار عالی. واقعا که زمزمه آقای صابر امروز بسیار خوش بود. خب سعید اشرفی هم گفتن ماشاءالله سعید صابر آقا بسیار مقبول زمزمه. تشکر دوست عزیز، واقعا که امروز زمزمه آقای صابر طوفان کرده که همگی در دل همگی جا گرفت. خب میریم به فرمایش شاهینشاه جان افغان شماره 8 میبینیم که کدام آهنگ کارشان میبره و دوباره با ما باشین برمیگردیم. دایرکتر سه آهنگ روی دست است. بله دوستای عزیز، دایرکتر ما باز هم اشاره زیبا کرد که آهنگ روی دست است و میریم یک جا آهنگ مشنویم. کی دستت بوسم ای لبای ظریفی مای پرستت بوسم ای
گرمای نخورم تو باده در جامم ریز اتومات شم لبانی مستت بوسم گرمای نخورم تو باده در جامم ریز اتومات شم لبانی مستت بوسم جنبو جنبو یاری جان که جورون چقدر نمیرون کی با مقصد میرسون پیشی من چی وقت میبونی من میرم تنها میمانی آی من میرم تنها میمانی بام یار سیتم نکه کی بیار شوی بسیار طلب نکده کمزور شوی بام خونه دوستی خش بسیار مروه یار چند کی عزیزی و کی بد خور شوی روی یار خود داره دانه دانه و روی یار خود داره دانه دانه ای شد باشد که پیغامم رسانه شد باشد عاشق به بهانه شد باشد عاشق به بهانه واوا قای پنجشنبه خانه و خانه زیردش برم خانه و خانه همسایه دستی راستی مازر دارد دو دختری قد بلند قد رست دارد یک دختری بایده تر با من دل داده یه نوی صاف دلک و میل کلاتر دارد روی یار خود دارد دانه دانه و روی یار خود دارد دانه دانه ای شد باشد که پیغامم رسانه شده باشد عاشق به بهانه شده باشد عاشق به بهانه زی دردش میروم خانه و خانه 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 دوستان عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه انتخاب با بیننده. شماره هم رو به اختتام است. شماره های 4 5 9 ماله فکر کنم شماره 9 را هم انتخاب کردن. 2 شماره دیگه مانده. فراموش نکنین که شماره انتخاب کنین تا که شما ایزان هم یک آهنگ مست شانه پرانه که برتر به نشر برسیم. میگه خالگر که نوازانه عکس خودم میبره که فوتوشاپ کنم و مو عکاس یا همون کسی که فوتوشاپ میکنه میگه که بچه‌م دیگه هیچ چیز نکن، نه جوانم بساز و نه آرایشم کن. نفرک میگه خیلی چی کنم ننه جان؟ خالک میگه که یک گردنبند الماس و گوشاری زمرد و انگشتر یاقوت در عکس مضافه کن. عکاس میگه خود چرا اینطور میکنی ننه جان؟ خالک میگه که میخوایم بعد از مرگم نفس سونوهای برای خالیده که جواهرات خدا در کجا مانده. دوستای عزیز واقعا که جالب بود. خب بریم با فرمایش دوست عزیز ما که مروه رضایی است که شماره 9 انتخاب کردن. جا هنگام میشنویم ما باشین برمیگردیم.
خب دوست عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه انتخاب با بیننده. یک آهنگ بسیار محلی خوبش بود با صدای زیبای خماری. این آواز زیبای خماری را دیگه از سابقه است که شما دوستا کسرتای خماری و جاوید اباهنگ بسیار کم وقت پیدا میکردین. خب واقعا که صداهای هنرمندای ما همگی زیباست و همگیشان جای خود داره. خماری عزیز زنده و سلامت باشی. یک انگلیسی از افغانی پرسید که دوغ چه قسم جور میشه؟ It is a mouse in the یک بشکه water and شلق پلق از morning تا evening با سر بشکه open dog is ready. دوستای عزیز بسیار فکایی مقبول بود که یک دوست عزیز ما که نخواست نامش ذکر شود ما ارسال که بود. ممنونتان، زنده و سلامت. خب میریم سراغ کامنت های دوستای ما که از پیش شما نباره، باز دوباره برمیگردیم. خب خورگل خورک گفتن سلام صابر آقا. بشک واقعا که امروز صابر آقا ما گفتم که طوفان کده و همچنین گفتم ماشاءالله سید صابر آقا. زندگی فراد هم گفته آقا جان بسیار زمزمه زیبا. زنده و سلامت باشین دوست عزیز، واقعا که خوب بود. سعید اف اشرفی هم گفتن very nice song سعید صابر. exactly that was زیر good. خب دینیز قاضی زاده گفتن آهنگ بسیار مست و قدیمی. واقعا که آهنگ بسیار خوب و قدیمی بود از بانو خماری عزیز. خب میریم و با فرمایش دوست ما که شماره میبخشین چند من انتخاب کرده بودن، شماره 4 یک جا مشنویم و دوباره برمیگردیم. دوستای عزیز با ما باشین. بسیار زیبا، بسیار زیبا. از آن گل ها نمیچینم چیازه ای نگار من
بر مجنون آید آید در عاشقی صبر تحمل باید روز لیلی در بر مجنون آید آید در عاشقی صبر تحمل باید در عاشقی صبر تحمل باید در عاشقی صبر تحمل باید دوستان عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه انتخاب با برینده و ما ناگزیر هستیم دوستان عزیز، چون شماره ها به اختتام رسید. از شما عزیزان، از شما دلبران، از شما قدرمنان که تا این لحظه با ما بودین خداحافظی کنیم. خیلی خیلی ممنون شما عزیزان که تا این لحظه شما بودین و این آهنگ آخری را به تک تک شما عزیزان که ما را لایک کردین، سابسکرایب کردین، شریک ساختین و زنگوله را فشار دادین تقدیم میکنم. در آخر هم میریم و باز هم سراغ کامنت های دوستای ما که از ما گله نکنن و باز از شما دوستا خداحافظی میکنیم. خب عاشق اشرفی هم گفتن ماشاءالله سید صابر آقا. غنی سید گفتن سلام آقای صابر آقا. آرزو نواب گفتن مقبول سانگ است، آهنگ آخر تعریف توصیف کردن. همچنان غنی سید گفتن ماشاءالله انتخاب بسیار عالی صابر آقا. فرهاد ملنگ گفتن که very nice song سید صابر آقا. واقعا که امروز سید صابر آقا طوفان کردن. خب دمی آخر برنامه طوفان خان یک فکایی را به ما ارسال کرده که ما بردان میخوایم. میگه یک دختر پیش دکتر رفت و گفت که دلم درد میکنه. دکتر گفت که شب چی خوری دخترم؟ دختر گفت مرغ بریان، قابلی پلو، منتو، کباب. دکتر گفت قرا اینجا فیسبوک نیست، راست بگو. دکتر گفت دکتر صاحب شوله شب مانده را خوردیم. دوستای عزیز این فیسبوک ها بسیار چی میگن دیگه تعریف توصیف در دیگه وقت میگین، کوشش کنین که در پیش دکتری گپ نزنین. خب و همچنان کامنت آخری ما که هست فرهاد ملنگ گفتن صابر آقا زمزمه بسیار. واقعا که امروز صابر آقا زمزمه تان بسیار عالی بود که اما تعریف توصیف از زمزمه زیبای شما بود. خب شما را دوستای عزیز به خداوند یکتا میسپارم. برنامه با آخر است و شما را شاد و موفق و کامگار میخوام از خداوند منان. شب شما عزیزان خوش تا برنامه بعدی ما که پنجشنبه شب است. بانوی الله خدا حافظ و ناصرتان. لایف، کامنت، شریک ساختن و زنگوله فشار فراموش نکنین عزیزان. سید فاروق سادات با شماست. خدا حافظ. بسا بالا همگی گریز دریس آدم عدید نورسه یکی گلگده گلدان دلم گلگده گل کنه یک روز چی بانم نمکش، گل کنه یک روز چی بانم نمکش. نسترن بانم نمیشه، یاسمین بانم نمیشه، تا نکردم عاشق شیران دلکه. بسا بالا بالا بخدا نورست گلیم تازه کردی باغ دلم، شاد گشتم و مرهم زده ای داغ دلم. شب باید کنم روز تماشاید کنم، باید تو تماشاید نفس جان دلم، باید تو تماشاید نفس جان دلم. نورست یکی بود با گلدان دلم، نورست یکی بود با گلدان دلم. ریشه کرده ساخه کرده بد کرده گل نکرده. گل کنه یک روز چی بانم نمکش، گل کنه یک روز چی بانم نمکش. نسترن بانم نمیشه، یاسمین بانم نمیشه، تا نگرده عاشق شیران دلکی. همه دستا بالا هلا بخدا
سکلیم جایی تو گلدان دلم پیوند تو آرزو ارمان دلم شب باید کنم روز تماشاید کنم بایی تو تماشاید نفس جان دلم بایی تو تماشاید نفس جان دلم همه دوستا نو رسته یکی بود با گلدان دلم نو رسته یکی بود با گلدان دلم ریشه کرده صافه کرده پاک کرده گل نکرده ها گل کنه یک روز چی بانم نمکش گل کنه یک روز چی بانم نمکش نسترن بانم نمیشه یاسمی بانم نمیشه تا نگردم عاشق شیران دلکی ها